چرا افراد در شب دچار حمله قلبی میشوند؟ همه این پستو تا آخر گوش کنند. جراح قلب و عروق پروفسور دکتر بینگور سونانز میگوید بین 5 تا 7 لیتر خون در بدن ما گردش میکند. بخشی از آن آب است. در مواردی از دست دادن بیش از حد آب، خون تیره تر می شود. این می تواند گرمای تابستان یا سونا باشد، یا ممکن است در شب باشد. حملات قلبی بیشتر بین ساعت 3 تا ساعت 6 صبح اتفاق می افتد. بزرگترین دلیل این امر این است که به دلیل تنفس دهانی، خروپف و تعریق زیاد آب خیلی سریع از دست بدهد و احتمال حمله قلبی شما افزایش می یابد. بنابراین چگونه می توانید از این امر جلوگیری کنید؟ حتما باید شبها قبل از خواب 1 یا 2 لیوان آب بنوشید و 1 لیوان آب کنار سر خود نگه دارید. اگر شب از خواب بیدار شدید آن آب را بنوشید. آب زندگی است. این روش ساده تا حد زیادی از احتمال حمله قلبی در شب جلوگیری می کند. به رنگ ادرار خود نگاه کنید تا متوجه شوید که آیا در طول روز به اندازه کافی آب خوردید. اگر به اندازه کافی بنوشید، رنگ ادرار شما روشن می شود. به این معنی است که اندازه کافی آب می نوشید. اگر رنگ ادرار شما تیره و زرد غلیظ باشد، یعنی به اندازه کافی آب نمی نوشید. اینم از راه تشخیص. از اینکه وقت گذاشتید و گوش کردید ممنون.